خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگواری من شوی، بچه جانم. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز جمع تبریکاتی شهنا با چنین قهرمان های موسیقی و توفه ها در طرفخانه فروخ جان برای تبریک کردن محمود جان آمدیم که امروز مچل دارد، 12 سالگی را جشن گرفته ایستاده است. امروز تبریکات را با راهبری مادرشان گلناز آیت که در مسافرت بودند و برای تبریک فرزندشان امروز آمدند همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم. السلام علیکم پدر مادران عزیز. السلام علیکم مهمانان این رستوران فروخ جان. همه شما را به امروز جشن زادروز پدر عزیزی خاندان به روز خرسندی احمد بابا و به زادروز به روز موچل محمود جان خوش آمدیتان. قدم هایتان را بالای دین میخوانیم. البته برای ما لازم هستند احمد بابا، علماءانه و محمود جان یک تا برایشان قرصک میزنیم و نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت. مرحمت. احمد بابا بی احمد بابا انجامی علماء مکنی شما. مرحمت. احمد بابا زادروز مبارک. روز تولد را امروز میلاد عمر برایتان مبارکباد میگوییم. علماء امروز خاندانتان ما بیرام بوده است، روز خرسندی بوده است، روز تولد بوده است. علماء چند سال شد تهیشتگاتان با همراه احمد بابا؟ چند سال شد تهیشتگاتان با؟ 15 سال. احمد بابا چشمش مبال چند ساله بری؟ 18 ساله. احمد سلامت باشه. بگذارش وقت پیر نشویتان. خدا کند که دمی پیری و دولت پیری رو دیده یک جای پیر شدن نصیب کند. امروز احمد بابا میدانه ما نامی که آمدیم تبریک کنیم. از مسافرت از نام دختر عزیزتان از نام گلنازایتی گفتن که رحمت برای دادا جانم، برای بی جانم. مامان را کلان کردن، من خواهر دادرام را کلان کردن و اینا بینید که دمی پیری و باز فرزندای ما هم کلان کیسه. خداگشان با شکر من زندگی ما چنین پدر چنین مرد را یک بار دیدم. این هم باشند قهرمانی زندگی من پدر عزیزم هستند. هیچ وقت کسل نشوند تا چشم با خال نخلد. خدا کند که پسر عزیزی من مانند یعنی پدر من قهرمان شود، انسان خاکسار و صمیمی شود
دوست می‌دارم شما همیشه صحت سلامت گردن من امروز 65 سالگی میلادی عمرشان هست همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت باشند و 120 ساله شوند حاجی بابا و حاجیانه شده در آن کاشانه زیبا حج آژیها کنید برای دادا جانم رسانید درد بلمگن آتم قد سر سلمگن آتم farzandlari bola uchun mehnat qilib tinmagan otam bolam chaqam qizlarim degan ortda qolar izlarim degan mehrim tilab duolar qilgan mehnat qilib tinmagan otam imroza ro'zi fursatli zodri zaton boshan hozir boshan در اینجا کتاب قیمت‌بهاترین داریم با نام کتاب قرآن که تمام روی دنیا تنگیریم البته احمد بابا خدا کند در خاندانتان حج آشی‌ها شود و ما باشد آمده شما تبریک کردن در آن روز حاجی بابا گفته تبریک کردن نصیب کند کتاب قرآن را پیشکش میکنیم مرحمت مبارک باشد زاد روز مبارک مبارک باشد علماء مبارک باشد رمزه و زیارتی کعبة الله رفتن نصیب کنند علماء از نام تمام فرزندان از نام دختر نازنینتان که گلنازایتی در مسافرت هستند شما با رحمت بیجانم با رحمت برای ما یک کلام کردگیشان بر ما خورد بودیم چیزی که پرسیدیم برای ما مهیا کردن دوست می‌داریم شما حاضر باشد مانندی گوهرکانی چشم مانندی پاره قلبشان باز فرزندای ما را نگاه کرده ایستادند خدایشان با شکر همیشه صحت سلامت گردند امروز باشد احمد بابا جشن زادروزتان است ما گلنازایتی که صحبت کردیم و همه سخنهایشان از خاطر نبراید گفته یک خط ساخته در می کنویت کنم اینا خدا خواهد خاندانتان برفته خودتان میکشید و از آن خط یک جمع میخوانه برای شما البته توفه ها از خود اسرائیل از نام فرزندی عزیزتان از نام گلنازایتی قبول کنه زادروز مبارک باشد مرحمت تا خرچک میزنه مبارک باشد و البته امروز که محمود جان 12 ساله شده است محمود جان زادروز مبارک روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم و نزد محمود جان مراجعه را تکلیف میکنیم مراجعه مرحمت نزدیکتر میسیم و آنجان عزیز علما آزاده خاله مرحمت شما هم نیست تکلیف میکنیم یا نشان به مرحمت مراجعه کنی شما آزاده خاله هزار رحمت برای تربیت چنین نبیره برای چنین خوشبختی عائله خدا کند که همین نبیره عزیز مانندی بابا جان ها یک انسان اصیل شود مانند اولاد و نیاگان شما یک انسان اصیل و سالم شود این طرف بگذارید مرادکه مرحمت مرادکه زادروزی پسر مبارک باشد خدا کند که پهلوان شود پهلوان پسر شود و نام پدر را نام بابا جان را نام آرز بابا را به تمام دنیا مشهور کند خدا کند که از پشت تلویزیون تماشا کرده انمی فرزند اصیل من گفته تبریک کردن تماشا کرده فخر کردن برای شما نصیب کند امروز میگویند نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد سفیداری بلند یک نوده و 100 برگی تر دارد پسر در کوی عشق افتد چه پروای پدر دارد خدا کند که امروز پهلوان خاندانتان محمود جان که 12 ساله شد به ختنت‌های بند نکاح‌هایش رساند کریم پاشاها در اطراف بابا جان آنه جان ها خدمت کرده گشتنش نصیب کند حاضر باشند برای محمود جان برای سنت الله تحفه ها داریم ساعت های دستی خیلی ساعت ها مرحمت برای محمود جان یک قرصک میزنه مرحمت محمود جان مبارک باشد و البته برای سنت الله مبارک باشد زادروز مبارک کارها را نزدیکتر میبیاریم یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت از افیزانت ها التماس میکردیم کارت و لیکابچه را نزدیکتر بیارن ما باشد همراهی سر اول پدر عزیز احمد بابا شیرینی را میبریم مرحمت احمد بابا یک جای شیرینی را میبریم
مبارک باشد. Любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Со свечами большой пирог и шампанское в потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, مبارک باشد. успеха, و البته اکنون شیرین کنیم یک جای مباریم. من با یک تا تارتا ما هست. بنا یک دفعه یک جای شیرین را مباریم. шампанское в потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. Днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения. حاضر باشد برای مقدم بانو جیانی نازنینشان در اینجا لختک از مقدم بانو نبیره بابا جانشان و البته کنی لختکی ما یک جلد دراز میکنیم برای مقدم بانو یک تا قرصک میزنیم از نام اما جانشان از مسافرت از نام گلنازاروتی مقدم بانو دخترکی کلام شود محمود جان به جانتان التماس کردم امروز 12 سالگی مچالش است من که آنش به استادا نتونستم از نام من عذر پرسیدم و قهرمان های مولتیکی شوقمندیش و تمام حیات و زندگی زیاد است اما شیرینی امروزه را برای مشکه هایم یک جای خیر آمد گفتن میلش می کنی تارت دراز کنید هم خودشان به مرحمت Все вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, حاضر любви до головокружения. حاضر همه انتظار بودن که مادر فرزند امشبه ما محمود جان آمدن گفتن لیکن مشکه های ماست در این کسب البته گنازایتی نیستن گفتن که حضور پرسید کشای دکتراتون بچه ها نه کشایتان بچه منم بچه های ما خودم ها گنازایتی نیستن آنها شوخی کردن که میبیم گفتن و البته با افتخار فرزندی عزیزشان برای محمود جان که امروز 12 سالگی مچالش هست برای محمود جان مادرشان از اسرائیل آمدن اگر کرسک بخواد میزنه ببیارن مرحبا
آزاده خاله، علمانه، از نام مادر عزیز گلنازایتی، از نام دختر نازنینتان برای هر دویتان رحمت تشکر میگویم و البته مهمانان ترسک بخواد میزنیم برای دو مادران گلدسته زیبا داریم از نام گلنازایتی ترسک میزنیم مبارک باشد. مرحبا برای آزاده خاله، برای علمانه گلدسته های زیبا گلنازایتی برای مغفرتان دلهای سپاریم. مبارک باشد. رحمت تشکر. مهمانان همه کسی به جایهای خود گذاریم. امروز که جشن 65 سالگی میلاد عمر است از آن احمد بابا. احمد بابا کجا رفتم خودشان؟ احمد بابا به نزدیکتر امروز فقط شما تبریک بهم بگیم. احمد بابا امروز از نام خانواده دادرتان، از نام خانواده مولانکه، از نام فرزندانشان که در مسافرت هستند، از نام زرشدکه، نوراللهکه در اینجا جامعه ها هست. مرحمت فرزندان توفه میکنیم. مرحمت جامعه ها نتوش آمد. مرحمت احمد بابا میگویند ای پدرجان خاک پایت میشوم، وقتی پیری من عصایت میشوم، با همه دار و نداری زندگی روی حول کفش پایت میشوم. فرزندان فخر میکنند از بودن چنین پدر، از بودن چنین مادر. شما را بسیار دوست میدارند. شما تاج سر طلایی فرزندان هستید. فرزندان شما در سمرقند از همه انسان‌های بای هستند، چون که چنین پدر چنین مادری خاکسار و صمیمی دارند. تا دنیا باشد هیچ وقت خستگی را نبینید. امروز زادروزتان مبارک باشد. خدا کند دعا کند که نبیره شیرینتان محمود جان هم مانند شما انسانی اصیل شود. حتی تبریک کنید مهمان ما خوش آمدید. بیاد مرحمت. ایمانو شومتون خوش در زودی در اما عمر رحمت. السلام علیکم. اما خوش آمدید. تشکر. سلامت باشم. آزاده خاله کنی؟ آزاده خاله خدا خاله بید نزدیکتر. شما از مرکزی داره دور نروید. امروز زادروزی نبیره است. آزاده خاله زادروزی نبیره مبارک باشد. خدا کند که همراهی علمانه نبیره کیرین آوردن نصیب کند. هر بار همه معرکه ها حالا کشت آمدن به آنامولا جان خوش آمدین. چای کبود می چای سیاه می گفته نبیره کیرین ها در اطراف شمایان در خدمت باشند. حتی دعا کنید تبریک کنید نبیره را. مرحبا. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sog' salomat kelganlaringizga Xudoga shukr. Qadamlaringizga hasanot. Mana imroz nevarima enerjiya kashfiras. Bachakam mana bejonasiz rasta omad. Dadajonash
sağ salamatlığa gardan akın. Üzülük amına koya bineyim ilahim. Kelin ne var kelin oba Xudo ilahim tasir kına. Ham otan sağ salamatlığa garditon. Bachcha ki man dedi kaş bir kaş huzura kaşa bina. Çin niyete kaş başa niyete kaş parasa. Ham otan kuşamadı ton. Nuri de tartışar. İşte kaç neto. Rahmat, salomat boshan. از صحنه رفتن از اینجا اپراتوری ما در خدمت هستند. گلنازایتی مرادکا همراهی محمود جان و سنت الله. نزدیکتر می‌بینیم یک جای شما رسم می‌گیریم. این لحظه ها را تاریخ با مهر می‌سازیم. مهمانان عزیز همه شما خوش آمدید. اشتهاهایتان و حضور گرفته خود از ناز و نعمت‌ها استعمال کنید و برای امروز صاحب جشن البته سرودهای شوخ می‌شود بعد از آن می‌رقصیم. حاضر باشید نوبت را با فاتوسی می‌تیم. Aka tablik yang sağ salamat Galatasaray dadem ba diyem ba mamnun tuyam tablik mamiloyim 120 ساله شد چی نیت کرده که باشیم نیتت براست یعنی همه توی این مسافری بگشته اما شما هم تبریک میکنم رحمت انا میشه بسیار یک جا رسم میگیره مرحبا
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در طربخانه فاروق جان مهمان شده. محمود جان که جشن 12 سالگی موچال خود را جشن گرفت، همراه هیچ مایان به هم دیدیم و البته امروز لحظه های پر از سورپرایز و پر از خرسندی را پیشکش شبکه شهنام کردیم و پیشکش مخلصان کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید.